به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مهربونم. به کانال آشپزی من خوش آمدین. حمیده محمودی هستم. امروز در خدمتتون هستم با یک دسر فوق‌العاده خوشمزه که راحت تهیه میشه. دسر توت فرنگی که میتونید برای کافی شاپ ها و تولدها و مهمونیاتون توی ظرفای کوچیک سرو کنید و ممنونم از دوستانی که منو با لایک و کامنت همراهی میکنن. مرسی که هستین و حمایت میکنید. خب احتیاج داریم به یک بسته ژله توت فرنگی که معمولا 100 گرمی هستن توی یک کاسه‌ای که ما بتونیم با آب جوش اینو حل کنیم. یک لیوان آب جوش میریزیم روی پودر ژله و کاملا اینو با قاشق منحم میزنم تا جایی که شفاف و یک دست بشه. بعدش یک لیوان آب سرد برای اینکه زودتر ببنده و کار ما زودتر راه بیفته با آب سرد و توی لیوان‌های مخصوص یا ظرف و کاسه‌های کوچیک میتونید ژله رو بریزید ته ظرف، بعد بذارین توی یخچال تا ببنده. 1 ساعتی میذاریم تا ببنده. احتیاج داریم به 400 گرم توت فرنگی که قشنگ کلاهک سبزش رو همه توت فرنگی رو بگیریم. اون چند تایی که من نگرفتم برای تزیین گذاشتم. و بقیه رو میریزم، اونایی که کلاهکشو گرفتم توی یک ظرف حالا شیشه‌ای یا یک کاسه مخصوصی که یکم دیوارش اگه بالا باشه برای میکس کردن یا پوره در آوردن بهتره، حالت پارچ باشه، چون ما میخوایم از گوشتکوب اینجا استفاده کنیم. حالا میخواین توی مخلوط کن بریزین، تو پارچهای مخلوط کن. من اینجا از این گوشتکوبای برقی استفاده کردم و قشنگ شکل پوره در میارم. کاملا حالت سس میشه، سس قرمزی در میاد، سس توت فرنگی که رقیق میشه و بدون هیچ مشکلی ما به این شکل اینو به شکل سس در میاریم. و بعد از اینکه کاملا اینو ببینید من آماده کردم و توی یک ظرفی، یک کاسه‌ای که صافی هم روش میذارم و میام از صافی رد میکنم که این دونه ها زیر دندون نیاد، دونه های توت فرنگی. خب خیلی هم دوست دارن همینجور دونه داشته باشه، زیاد اذیتشون نمیکنه، اشکال نداره، میتونن از صافی هم رد نکنم، ولی اینجا از صافی رد کنی صافتر و شفافتر میشه. خب توت فرنگی ها رو که از صافی رد کردین یک سس یک دستی در میاد که به این شکل دارین میبینید، بدون هسته. کنار میذاریم. 500 میلی لیتر شیر احتیاج داریم. خب شیر رو بذارین کنار و یک کاسه برای حل کردن آرد نشاسته، پودر نشاسته اینجا احتیاج داریم. 4 قاشق غذاخوری. خب 4 قاشق غذاخوری پودر نشاسته رو توی یک ظرفی میریزیم و 1/4 پیمانه از شیری که دارین بهش اضافه کنید، کمی مخلوط کنید که برای اینکه حالا صاف و یک دست بشه و میتونید یک جا به شیرتون اضافه کنید مثل فرنی که میخوایم درست کنیم. حالا من اینجا قبلش اومدم اینا رو با یک مقدار از شیرمون مخلوط کردم گلوله گلوله نشه وقتی اضافه میکنیم. بقیه شیر رو توی یک ظرفی هم قابلمه‌ای که میخوایم روی گاز بذاریم میریزیم و 1/2 پیمانه شکر بهش اضافه میکنیم و حل میکنیم. بعدش میذاریم روی شعله یه مقدار که هم زدیم، بذاریم روی دمای متوسط گاز، شعله حتما متوسط باشه. کمی هم بزنید. بعد اون نشاسته‌ای که با شیر مخلوط کرده بودین و اینجا بهش اضافه کنید قبل از اینکه به جوش بیاد، چون اگر جوش بیاد دیگه گلوله گلوله میشه. همینجا که یه مقدار هم زدید شکر مخلوط شد، اینو باید اضافه کنید قبل از اینکه بخواد داغ بشه. و هم بذارید تا جایی که دیگه مثل فرنی در میاد، به این شکل میشه دیگه، حالت لابی و خودش رو میگیره. بعد میایم سس رو بهش اضافه میکنیم، اینجا سس توت فرنگی رو، و کاملا هم بزنید تا یک دست بشه. حالا به جای توت فرنگی میتونید از میوه‌های دیگه هم استفاده کنید. کاملا یک دست که شد، شما دیگه اینجا وقتی ژله کاملا بسته
1-2 ساعت ژله شما مونده و کاملا بسته شده، دیگه میاین یه مقدار بذارین از حرارت بیفته حتما دسرتون. یعنی این دسر توت فرنگی که آماده کردین باید از حرارت بیفته. یک کمی 10 دقیقه تا ربع ساعت بذارین، بعد بیاین روی ژله توت فرنگی آروم آروم بریزید و بعد بذارین فوری توی یخچال تا 4 ساعت بمونه که خیلی عالیه، کاملا خودش رو بگیره و ببنده. بعد از اینکه خودش رو گرفت با توت فرنگی کیک و بیسکویت میتونید تزیین کنید و نوش جان کنید. ممنونم که تا پایان ویدیو همراهی کردین. ممنون از دوستانی که با لایک و کامنت بهم انرژی میدین و منو دلگرم میکنید تا آموزش ها رو همیشه با تمام فوت و فن براتون ضبط کنم. توی کانالم انواع آموزش ها با تمام فوت و فن براتون گذاشتم، میتونید استفاده کنید. خب اینم از دسر ما آماده شد. امیدوارم که شما هم درست کنید و لذت ببرین. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید و توی کانالم انواع آموزش ها با تمام فوت و فن هست. دوستتون دارم. خدا نگهدار.